حال بد این خواننده دوست داشتنی خیلی از طرفدارانش را چه داخل کشور چه خارج حسابی نگران و ناراحت کرده. اگر میخواهید از تازه ترین خبرها با خبر باشید تا انتهای ویدیو همراه من باشید. تصاویری از وضعیت جسمانی ستار در حین اجرا منتشر شده که باعث نگرانی شدید طرفدارانش شده و شایعات درباره وخامت حالش را بیشتر کرده. ستار از چهره‌ای بسیار شناخته شده و محبوب موسیقی ایران است. هنرمندی که شهرتش فقط به داخل کشور محدود نمی شود، سطح بین‌المللی هم شناخته شده و طرفداران زیادی دارد. شهبانو فرح پهلوی و شاهدخت فرهناز پهلوی در طول سالها از علاقه‌شون به صدای ستار صحبت کردند. این علاقه همیشه مورد توجه رسانه‌ها بوده. اما در کنار آن در سالهای پیش از انقلاب و حتی بعد از آن شایعاتی درباره وجود یک رابطه عاطفی عمیق بین ستار و شاهدخت مطرح شده. شایعاتی که در برخی رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده و واکنش‌ها و توجه گسترده از طرف مردم و بعضی از طرفداران این هنرمند به همراه داشته. به نظر بسیاری از طرفداران ستار یکی از خاص‌ترین، تاثیرگذارترین و متفاوت‌ترین خواننده‌های موسیقی ایران است. هنرمندی که با وجود سالها فعالیت حرفه‌ای و محبوبیت گسترده آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. حتی در مقایسه با بعضی از همدوره‌ای‌هایش هم کمتر جدی گرفته شده. همین موضوع باعث شده بخش زیادی از طرفدارانش احساس ناراحتی و دلخوری داشته باشند و باور کنند حق ستار چه در فضای رسانه‌ای و چه در تاریخ موسیقی آنطور که باید ادا نشده است. ستار در ذهن خیلی از مردم همیشه به عنوان هنرمندی مردمی، آرام و تا حدی بی‌حاشیه شناخته می‌شود. کسی که کمتر وارد جنجال‌ها شده و همیشه سعی کرده شأن و شخصیت هنری خودش را حفظ کند. به همین دلیل انتشار یک ویدیوی جنجالی از او در سالهای گذشته واکنش‌های زیادی در فضای مجازی و بین مخاطبان به وجود آورد. در این ویدیو ستار در شرایط نامناسب اقدام به برگزاری یک لایو کرده بود، موضوعی که برای طرفدارانش غیر قابل باور بود و همه را شوکه کرد. بعد از انتشار این ویدیو خیلی‌ها این رفتار را با شأن و جایگاه هنری ستار همخوان ندانستند و خیلی‌ها معتقد بودند چنین رفتاری با تصویری که سالها از این خواننده محبوب در ذهن مردم شکل گرفته بود همخوانی ندارد. با این حال در مقابل این انتقادها گروهی از هواداران ستار از او دفاع کردند و معتقد بودند احتمالاً او در آن لحظه با شرایط خاص فشار روحی یا شرایط غیرمنتظره روبرو بوده و این اتفاق را نباید ملاک قضاوت، شخصیت و جایگاه هنری او قرار داد. در نهایت خیلی از طرفداران معتقدند که این ماجرا نه تنها چیزی از ارزش‌ها و کارنامه هنری ستار کم نمی‌کند، بلکه نباید باعث خدشه‌دار شدن تصویر کلی او بشود، چرا که چنین رفتاری نه در شأن و نه جایگاه و نه در شخصیت واقعی ستار نبود و نیست. بعد از بالا گرفتن حواشی مربوط به لایو جنجالی خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه ستار در واکنش به انتقادها شخصا توضیحاتی ارائه داده. او تاکید کرده که از نظر سلامت عقلی کاملا در وضعیت طبیعی قرار دارد و این اقدام را با آگاهی کامل انجام داده. ستار در صحبت‌هایش گفت که در آمریکا در حین تماس تصویری و حتی ارتباط گرفتن در مکان‌هایی مثل دستشویی میان افراد عجیب نیست و او این کار را عملی غیر متعارف و ناپسند تلقی نکرده. با این حال این توضیحات نه تنها از شدت انتقادات کم نکرد، بلکه باعث شد موج تازه‌ای از واکنش‌ها علیه او شکل بگیرد. بسیاری از منتقدان و حتی برخی از طرفداران قدیمی ستار اعلام کردند که اگرچه ممکنه چنین رفتاری در جمعی خصوصی قابل توجیه باشد، اما برگزاری لایو برای هزاران مخاطب و طرفداری که سالها با احترام و علاقه او را دنبال کردند موضوعی کاملا نامناسب و غیر قابل قبول است. آنها معتقد بودند یک هنرمند با جایگاه ستار باید شأن مرزها و فاصله‌های حرفه‌ای خودش را با مخاطب حفظ کند. این رفتار با تصویری که مردم از او به عنوان هنرمندی محترم و مردمی دارند همخوانی ندارد. چند سال بعد از این ماجرا اتفاقی بسیار ناراحت کننده رخ داد.
در یکی از کنسرت‌هایش ستار در شرایطی بسیار نگران کننده و وخیم روی صحنه حاضر شد، وضعیتی که از همان ابتدا دل تماشاگران پر از نگرانی کرد. درست در لحظه‌ای که قرار بود اجرای خودش را شروع کند و روی صندلی نشست و خواست بخواند، متوجه شد که صدایش دیگر همراهی نمی‌کند. تلاش کرد اما صدایی از گلویش خارج نشد. این لحظه برای او و طرفدارانش بسیار دردناک بود و فضای سالن ناگهان سنگین و احساسی شد. ستار که با صدایش سالها خاطره ساخته بود، حالا جلوی مردمی ایستاده بود که برای شنیدن همان صدا بلیط خریده بودند، اما خودش میدانست دیگر توان اجرای زنده را ندارد. در این شرایط به جای پنهان شدن پشت پلی بک و یا اجرای ضعیف و فال، تصمیمی که گرفت بسیار شجاعانه و قابل احترام دانستند. او رو به تماشاگران کرد و با صدای لرزان اما صادقانه عذرخواهی کرد. ستار گفت در تمام این سالها تلاش کرده کنار مردم بماند و احترام هوادارانش را حفظ کند، اما امشب می‌خواهد حقیقتی تلخ را بدون پرده پوشی بیان کند. او اعتراف کرد که پیر شده، توان سابق را ندارد و صدایش دیگر مثل گذشته همراهی نمی‌کند. تاکید کرد نمی‌خواهد با اجرای ضعیف وانمود کند به خواندن، به شعور و احساسات مخاطبانش توهین کند. ستار با صراحت اعلام کرد که تماشاگران می‌توانند هزینه بلیط خودشان را بردارند. مدتی بعد از کنسرت تلخ و خداحافظی احساسی ستار روی صحنه، خبرهایی منتشر شد که نگرانی طرفدارانش را چند برابر کرد. در این خبرها اعلام شد که ستار به یک بیماری خاص مبتلا شده و به همین دلیل دیگر توان اجرای گذشته‌اش را ندارد. فهم این موضوع باعث شد شایعات مختلفی در فضای مجازی و رسانه‌ها شکل بگیرد. برخی گمانه‌زنی‌ها حتی از ابتلای ستار به سرطان حنجره یا بیماری جدی‌تری خبر دادند که باعث نگرانی شدید هوادارانش شد. در ادامه همسر ستار برای پایان دادن به شایعات توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد که ستار واقعا با یک بیماری دست و پنجه نرم می‌کند و مشکل اصلی او از ناحیه گلو و صدا است. او اعلام کرد که این خواننده محبوب تحت درمان قرار دارد و پزشکان وضعیت او را پیگیری می‌کنند. همسر ستار هم ابراز امیدواری کرد که با بهبود نسبی حالش، ستار دوباره بتواند روی صحنه برگردد و برای طرفدارانش اجرا کند. با این حال گذشت زمان و نبود هیچ خبر مشخصی از وضعیت ستار نگرانی‌ها را بیشتر کرد. بسیاری از طرفداران خداحافظی ستار در کنسرت را وداعی تلخ و همیشگی تلقی کردند و نگران بودند مبادا وضعیت جسمانی او وخیم‌تر شده باشد و دیگر هرگز او را روی صحنه نبینند. در همین دوران همسر ستار برای بالا بردن روحیه او و بازگرداندن امید و انرژی به زندگیش تصمیم گرفت جشن تولدی صمیمی و خصوصی برگزار کند. این مراسم با حضور دوستان نزدیک ستار و دوستان همسرش برگزار شد تا ستار بار دیگر احساس کند که هنوز افراد زیادی هستند که دوستش دارند و نگرانش هستند و منتظر بازگشتش به روی صحنه هستند. هدف از این جشن امید و انگیزه روحیه مثبت در ستار بود تا بتوانند مسیر درمان را با انرژی بیشتری ادامه بدهند. در نهایت تلاش و حمایت‌های همسر ستار در روند بهبودی او نقش بسیار مهمی ایفا کرد. خوشبختانه این تلاش‌ها به نتیجه رسید و ستار توانست تا حد قابل توجهی سلامت خودش را برگرداند. بهبود وضعیت جسمی و روحی او باعث شد که ستار بار دیگر به صحنه برگردد و امروز هرچند نه با توان گذشته اما اجرای برنامه و کنسرت‌های خودش را از سر بگیرد. اتفاقی که برای بسیاری از طرفدارانش نشانه امید، استقامت و بازگشت دوباره هنرمند دوست داشتنی بود. همینطور در روزهای گذشته تصاویری از ستار عزیز منتشر شده که باز هم نگرانی‌های زیادی را در میان طرفداران به وجود آورده. تصویر ستار به وضوح پیرتر، لاغرتر و از نظر ظاهری ضعیفتر از گذشته به نظر می رسد، آنچه که باعث شده بسیاری مخاطبان دوباره درباره وضعیت جسمی او ابراز نگرانی کنند. با اینکه ستار همچنان روی صحنه می خواند و اجرا داشت، اما شرایط ظاهری برای بسیاری از طرفداران او نگران کننده بود
با این حال اطرافیان ستار برخی منابع نزدیک به خانواده او اعلام کردند که این وضعیت ارتباطی به بیماری قبلی ستار ندارد. ستار توانسته آن بیماری خاص را پشت سر بگذارد و از این نظر مشکل جدی وجود ندارد. به گفته خانواده ستار، تغییرات ظاهری ستار بیشتر به دلیل بالا رفتن سن و فرسودگی طبیعی جسم در گذر زمان است. ستار و خانواده‌اش بارها عنوان کردند که او واقعاً به سن و سالی رسیده که توان جسمیش مانند گذشته نیست و اگر امروز همچنان روی صحنه می رود و کنسرت برگزار می کند، اینها نه از سر توان کامل است، بلکه صرفاً عشق و احترام به طرفدارانش است. هوادارانی که سالها با صدای او زندگی کردند و برایش خاطره ساختند. کنار این موضوع بار دیگر بحث شایعات قدیمی در رابطه عاشقانه و قدیمی ستار با شاهدخت فرهناز پهلوی مطرح شد، اما بر اساس گفته‌های خود ستار چنین رابطه‌ای هرگز وجود نداشته و این شایعات هرگز صحت ندارد. ستار توضیح داده که شهبانو فرح پهلوی به دلیل علاقه‌ای که به صدای ایشون داشته در جشن‌های تولد فرهناز پهلوی بارها از ستار دعوت شده تا برای دخترش هم اجرا داشته باشد، چرا که می‌دانسته فرهناز به صدای ایشان علاقه زیادی دارد. ستار صراحتاً تأکید کرد که این ارتباط صرفاً در همین حد بوده و هیچ گونه علاقه و رابطه عاشقانه و عاطفی میان او فرهناز وجود نداشته. به گفته ستار بسیاری از این شایعات در طول سالها بدون سند و صرفاً بر پایه گمان زنی‌ها شکل گرفته و واقعیت نداشته. در نهایت فارغ از تمام حاشیه‌ها، شایعات و حرف و حدیث هایی که سالها اطراف نام ستار شکل گرفته، چیزی که باقی میماند صدایی است که با آن نسل‌ها خاطره ساختند. ستار فقط یک خواننده نیست، بخشی از تاریخ موسیقی ماست. اگر امروز روی صحنه می ایستد، نه برای شهرت و نه برای جنجال، بلکه فقط به عشق مردمی است که سالها کنارش بودند. قضاوت درباره زندگی شخصی هنرمندان شاید ساده باشد، اما فراموش نکنیم احترام به سالها هنر، خاطره و صداقت کمترین کاری است که میتوانیم انجام دهیم. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. لطفاً با لایک و کامنت از ما حمایت کنید. اگر عضو کانال نیستید خوشحال میشم کانالمون رو سابسکرایب کنید و با زدن دکمه زنگوله از جدیدترین ویدیوهای ما زودتر با خبر بشید. آیا به نظر شما آقای ستار واقعا رابطه عاطفی و عاشقانه‌ای با فرهناز پهلوی داشتن یا اصلا چنین رابطه‌ای وجود نداشته؟ آیا فکر میکنید این علاقه دو طرفه بوده؟ حتما نظراتتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. بدرود.